سطحش مقطع بگیریم، معمولا دارای 3 سرفیس است و 3 باردر هست. 3 چه سرفیس است و 3 چی میباشن؟ باردر میباشن. باردر لبه میگه، یعنی به این شکل. مثلا این چه استخوان است. اگر ما به این شکل این چی بگیریم؟ مقطع بگیریم، این میدونی کانال میشه نه؟ این قسمت چی است؟ این یک صفحه، این دیگر صفحه، این هم دیگر صفحه. این 3 سرفیس شده نشد. این یک باردر، این دیگر باردر و این هم دیگه باردر. چند باردر شده؟ 3 باردر. 3 باردر داره و 3 چی داره؟ سرفیس داشته باشه. معمولا خوب متوجه باشید که اینا قرار نیست که در تمام استخوان‌های لام یک رقم شکل داشته باشن. اینا بعض از تفاوت‌های چی داره؟ وجود داره. استخوان‌هایی که بیشتر است مربوط چی هستن؟ بازو، مربوط ساقه، مربوط قسمت تای یا ران و قسمت ساق پا. اینا همه تیپیکال هستن. اینا چی هستن؟ تیپیکال لانگ بون هستن. یعنی با این همه مشخصات کلا داره. اما استخوان‌هایی که در قسمت این استخوان‌ها هم طویله هست یا نیست؟ اینا یک طرفشون داره چی میباشن؟ اپیفیز میباشن. یک طرف چی دارن؟ اپیفیز دارن. اما بعض استخوان‌ها هستن که به صورت طولانی هستن، میدولری کانال ندارن. مثلا استخوان کلاویکال. استخوان کلاویکال اگر ما یک مقطع بگیریم به این شکل هستن. مکمل چی هستن؟ پر هستن. یعنی به این معنی که در داخل مثل از یک میدولری کانال وجود نداره. که اینا را به نام چی میگیم؟ مودیفاید لانگ بون یاد میگیم. خب ریپ که از خوب متوجه باشین، ریپ از جمله فلت بون ها هستن. از جمله چی هستن؟ فلت. درست است که شکلشون چیه؟ طویله هستن، اما صفحه است. به شکل چی هستن؟ صفحه هستن. خب زمانی که استخوان زخمی میشه در تحت پریوس، در این قسمت در این پریوس بود یا نبود؟ در زیر پریوس هست که نسیوس عصبی یا استخوانی چی شده میره؟ زیاد شده میره، استخوان چی میشه؟ زخیم میشه. پریوس گفتیم که خودشان چند صفحه داره؟ 2 صفحه. صفحه خارجیشان سخت است، یک قسمت چی هستن؟ سخت است، فایبروز هستن، فایبروتیک هستن و این قسمت داخلیشان چی هست؟ واسکولار هستن. این چی هست؟ حجرات هستن و این چی هست؟ واسکولار، یعنی ویایی هستن. معمولا چی باشن؟ ویایی هستن. خب پریوس تمام قسمت های استخوان گفتیم چی کرده؟ پوش کرده و جز جوف مفصل و نقاط تماس اوتار و همچنان لیگامنت ها هست که توسط پریوس پوش نمیشن. خب در قسمت سطح مفصلی گفتیم اینجا جای پریوس ختم میشه، جایش کدام غضروف میگیره؟ هیالین کارتلاژ. غضروف چی؟ هیالین. یک انواع غضارف چی هست؟ اینا را میخونیم. خب انواعشون یک استخوان طویله بیشتر که سنفیتون سوال کرده که مثلا یک استخوان چی هستن؟ طویله هست. این دارای چند چی هستن؟ منشأ شریانی می داشته باشن. این روایشون از چند منشأ می باشن. یکی بیشتر گفتیم که اینجا چی هست؟ یک دونه سوراخ هست که از این طریق از سوراخ رکام ascending port و descending branch چی میشه؟ تقسیم میشه. به ascending و descending branch چی میشه؟ تقسیم میشه. و این آرتری ها را به نام چی میکنیم؟ این شرایط به نام نوترینج فورامین. به نام چی میکنیم؟ نوترینج فورامین یاد میکنیم. خب این قسمت ناحیه چی هستن؟ اپیفیز است نه؟ ناحیه چی هستن؟ اپیفیز هستن. در ناحیه اپیفیز رگ‌های مخصوص خودشان میاد. به اینجا چی میشه؟ برانچ میشه که اینا رو به نام چی یاد میکنیم؟ اپیفیزیال آرتری یاد میکنیم. به نام چی یاد میکنیم؟ اپیفیزیال آرتری یاد میکنیم. این ناحیه رو به نام چی یاد کردیم؟ میتافیز نه؟ این رو به نام چی یاد کردیم؟ میتافیز یاد میکنیم. در قسمت میتافیز هم رگ‌های مخصوص چی میشه؟ وارد میشه. هم با اپیفیز از این طرف با نوترین فرامین چی میکنن؟ اناستوموز میکنن. اینجا ناحیه ویایی را چی میکنن؟ ایجاد میکنن. این رگ‌های خودی رو به نام چی یاد میکنیم؟ میتافیزیال آرتری. به نام چی یاد میکنیم؟ میتافیزیال آرتری. و یک چیز دیگه هم براتون گفته بودیم نه؟ این چی هستن؟ پوش هست نه؟ پوش چند لایه داشته؟ 2 لایه داشته. لایه واسکولار از یکی از باز هم چی داره؟ رگ‌های مخصوص خود داره که اینا را به نام چی یاد میکنیم؟ پریوستیال آرتری یاد میکنیم. به نام چی یاد میکنیم؟ پریوستیال آرتری یاد میکنیم. پس دیدید که در اینجا تقریبا 4 گروپی از رگ‌های خونی در استخوان چه میکنن؟ خون رسانی را انجام میدن که یک قسمت رو به نام چی یاد میکنیم؟ اپیفیزیال آرتری. یک قسمت رو به نام چی یاد میکنیم؟ میتافیزیال آرتری. یک قسمت رو به نام چی یاد میکنیم؟ پریوستیال آرتری. و این رو به نام چی یاد میکنیم؟ نوترینج آرتری. به نام چی یاد میکنیم؟ نوترینج آرتری یاد میکنیم. پس دیدید که استخوان فوق العاده چی هستن؟ ایروایشان تامین میشن.
فوق العاده چی از 4 منبع چی میگیرن؟ خون میگیرن. از چند منبع هستن؟ از 4 منبع. چیز دیگری که از طریق امین نوترین فرامین وارد چی میشه؟ استخوان میشه. عبارت از چی هست؟ عصب است. عصب از طریق چی وارد میشه؟ از طریق نوترین. و این تمه به شعبات چی میشه؟ تقسیم میشه. به شعبات چی میشه؟ تقسیم میشه. یک چیز بهتون بگم که بیشتر عصب در قسمت اسپونجی بون چی هست انکشاف یافته است. در کدام قسمت؟ در قسمت اسپونجی هستند. در قسمت کورتیکال یا کامپاکت نام دیگه چی هست؟ کورتیکال هم برش میگیم. کامپاکت نام دیگه چی هست؟ کورتیکال هم برش میگیم. در قسمت کورتیکال بخدا زیاد عصب انکشاف یافته نمی باشد. با این اساس زمانی که گریل میکنیم نه یعنی بعضی وقتا استخوان چی میشه؟ سوراخ میشه. در قسمت کورتیکال وقدر درد ایجاد نمیشه. اما در قسمت اسپونجی پارت فوق العاده چی هست؟ دردناک هست. فوق العاده چی باشد؟ دردناک میشه. خب در اینجا نوای هیستولوژیکی از استخوان شما مشاهده میکنید. این قسمت چی هست؟ کورتیکال پارت است یا کامپاکت است. قسمت اسپونجی هست. به این شکل تراپیکولار این قسمت چی میشه گفتیم؟ دیده میشه شکل خانه زنبور داره یا نداره؟ این به این شکل. این چی هست؟ یک لایه چی هست؟ ببینید فیبروز هست، یک قسمت سیلولر و واسکولار است که فوق العاده در خود این چی داره؟ وجود داره. خب در اینجا در قسمت داخل ما صفحات متحد المرکز به صورت تونل ها در داخل استخوان چی داره؟ وجود داره. یعنی با این معنی اگر از این قسمت ما یک مقطع بگیریم با این شکل صفحات متحد المرکز به صورت تونل به این شکل چی داره؟ قرار داره که هر صفحه ش برام چی میگیریم؟ هر صفحه را ایره برام چی میگیریم؟ لامیلا یاد میکنیم. برام چی میگیریم؟ لامیلا یاد میکنیم. و هر کانال برام چی میکنیم؟ برام هاورسون کانال. برام چی میکنیم؟ هاورسون کانال یاد میکنیم. بعضی چیز هیستولوژیک هست یا نام دیگری هاورسون کانال چی هست؟ اوستیون هست. اوستیون هاورسون کانال یا اوستیون. خب هدف چی هست؟ این است که در داخل از این قسمت داخل از این یک دانه سوراخ هست که رو برام چی میکنیم؟ سنترال کانال میکنیم. در این سنترال کانال هست که در اینجا هم عصب هم شریان و هم وارد چی میکنه؟ عبور میکنه. اما این در استخوان تعداد زیادی از این اوستیون یا هاورسون کانال به صورت متحد المرکز چی داره؟ قرار داره. با این اساس اگر قرار باشه که تمام اینا از هم دیگه چه باشه؟ مجزا باشه. این برای خود کار بکنه، این برای خود کار بکنه، درسته جدا باشن. اینا نیاز است که در یک استخوان چندین رگ باید چی شود؟ همزمان داخل شود. همین هست یا نیست؟ چندین دانه نوترین فرامین از هر طرف بر استخوان چی شود؟ باید داخل شود. اما اینا در قسمت در یک قسمت ها با هم دیگه چی میشن؟ وصل میشن. دیدید؟ این رگ خونی که از این طرف میاد در اینجا چی میدن؟ برانچ میده. دیدید؟ از این طرف در اینجا چی میده؟ برانچ میده. نه اینجا که رو برام چی میگیم؟ پرفوریتینگ کانال میگیم. اینا کانال ها رو برام چی میگیم؟ پرفوریتینگ کانال ها هم یاد میگیم. این نامای هیستولوژیک بیشتر در هیستولوژی ما مطالعه میکنیم. خب حجراتی که خب متوجه باشن حجراتی که در استخوان وجود داره یکی حجرات چی هستن؟ اوستیوبلاست هستن. اوستیوبلاست ها بعد تبدیل به چی میشه؟ گفتیم شکل خام اوستیوسایت هستن. تبدیل به اوستیوسایت میشه. چه قسم؟ مثلا قرار است در اینجا یک دانه استخوان چی شود؟ ساخته شود. اینجا حجراتی به نام اوستیوبلاست میاد. اوستیوبلاست در اطراف خود چی تولید میکنن؟ رشته های الاستین و کلاژن را چه میکنن؟ تولید میکنن. چی نه؟ کلاژن. بالای از این چی رسوب میکنن؟ کلسیم. چی؟ کلسیم. وقتی کلسیم در اینجا رسوب کرده امی خود استخوان امی حجراتی که به نام اوستیوبلاست یاد میشه در بین غرس میشن. چون کلسیم سخت است، از اینجا شور خورده نمیتونن. در اطراف خود مادر رو تولید کرده، بالایش کلسیم چی میکنن؟ رسوب میکنن. حالا اینمی حجره که در این قسمت چی شده؟ قرار گرفته در بین ماتریکس استخوان قرار گرفته، حرکت کردن نمیتونن. اینمی شکل پخته چی است؟ اوستیوبلاست. حالا نامش میبینیم چی؟ اوستیوسایت. امی ماده‌ای که در اطراف خود تولید کرده حالا نامش میبینیم چی؟ اوستوئید. اوستوئید. برام چی میکنیم؟ اوستوئید یاد میگیریم. ببینید خیلی ساده. حجرات اوستیوبلاست میاد در ساحه چه میشه؟ قرار میگیره، در اطراف خود چی رو تولید میکنه؟ اوستوئید را. خودشان تبدیل به چی میشه؟ اوستیوسایت. خودشان تبدیل به چی میشه؟ اوستیوسایت میشن. خب اما در قسمتی که ما گفتیم فیز هست یا گروه کلیک هست، اینجا کارتیلاژ وجود داره، در اینجا حجراتی وجود داره به نام چی میشه؟ کاندروبلاست ها که چی تولید میکنن؟ غضروف تولید میکنن. خب اوستیوکلاست ها حجرات دیگری هستند که عین شکل مثل ماکروفاژ عمل میکنن. یعنی منشأ چی داره؟ مغز استخوان داره، از مونوسایت ها چی میگیرن؟ منشأ میگیرن. هر زمانی که استخوان قرار گرفته
چندین دانهشان با هم دیگه چی میشه؟ یک جا میشه، یک حجره غول‌پیکر را ایجاد میکنه که نامش میبینیم چی؟ اوستیوکلاست. اوستیوکلاست ها وظیفه تخریب استخوان دارن. این نیست که برای بدن شما چی باشه؟ مضر باشه. اگه این مضر باشه تخریب بکنه، خود فایده از چی شده؟ چرا خداوند در خلق کردن؟ ها؟ این فایده داره. همین اوستیوکلاست درست است که وظیفه تخریب کننده استخوان داره، اما خوبیاش چی است؟ یک، سطح خارجی استخوان ما شما که دلش است از فعالیت چی است؟ اوستیوکلاست است. اوستیوکلاست. مدولاری کانالی که ایجاد میشه در اینجا فعالیت چی هستن؟ اوستیوکلاست است. زمانی که در این قسمت یک شکستگی پیدا میشه نه، همین یک قسمت اول خونریزی میده نمیده، کالوس فارمیشن ایجاد میشه، غضروف ایجاد میشه. بعد از این ناحیه پس برای این قسمت چی میشه؟ کانال پس باز میشه. این کانال کی باز میکنه؟ اوستیوکلاست. چیز دیگری که در اینجا وجود داره عبارت چی بود؟ نوترینت فرامین باز هم کی ایجاد میکنه؟ اوستیوکلاست. پس دیدیم که اوستیوکلاست فوق العاده چی هستن؟ نقش اساسی را در استخوان انجام میدن. خب این حجرات چی هستن؟ اوستیوکلاست هستن. این حجرات چی هستن؟ این اوستیوسایت در اطرافشان چی را تولید کردن؟ بون ماتریکس یا اوستیوید را چی کردن؟ تولید کردن. دیدید به این شکل. این چی هست؟ اوستیوبلاست ها هستن. به این سمت در اطراف خود چی را تولید میکنن؟ این استخوان‌های چی بودن؟ استخوان‌های طویله بود. یا استخوان‌های چی هستن؟ قصیره هست، کوتاه هستن. بیشتر در بند دست و بند پا چی داره؟ قرار دارن که شامل تارسال بون و کارپال بون ها میباشن. شما در این قسمت مشاهده میکنید انواع مختلفی از شارپ بون هستن. معمولا اینا دارای میدولاری کانال نمیشه، یک تریوس می داشته باشه. قسمت خارجی تریوس داره، قسمت خارجی صفحه خارجیش کامپکت هستن، داخلی کلا چی هستن؟ اسپانجی هستن. داخلی چی هستن؟ اسپانجی هستن. اینا رو با جزئیات باز میخونیم. فقط شک شو ببینید این استخوان‌های چی هستن؟ کارپال بون هستن که 8 عدد هستن. در دو قطار چی میگیرن؟ قرار میگیرن. قطار پراکسیمال است و قطار چی هستن؟ دستا هستن. 4 دانه در قطار پراکسیمال است، 4 دانه هم در قطار چی هستن؟ دستا هستن. اینا رو باز میخونیم. دیگه استخوان‌های چی هستن؟ فلت هستن، هموار هستن. نه داره به شکل چی هستن؟ صفحه هستن. اینا استخوان‌های فلت یا هموار بیشتر به این شکل هستن. یک قسمت چی داره؟ صفحه خارجیشان کلا چی هستن؟ کامپکت هستن و قسمت داخلیشان چی هستن؟ اسپانج بون. که در این قسمت داخلیشان چی ساخته میشه؟ بون میرو هسته و امی حجرات خونی در این قسمت چی میشه؟ ساخته میشه. که در قسمت قسمت وولد، یعنی در قسمت قبای قف به این شکل چی وجود داره؟ یعنی به این شکل او چی هست؟ جمجمه هست نه؟ قف برش میگیم قسمت بالایش. در این شما مشاهده میکنیم خارجی هم کامپکت بون هست، داخلی هم چی هست؟ کامپکت بون هست. قسمت مرکزیش هم چی هست؟ اسپونج بون هست. هم در قسمت خارج و هم در قسمت داخل توسط پریوس چی شده؟ پوش شده. در قسمت داخل از اینجا با چی وصل میشه؟ با دورا ماتر وصل میشه. باز در قسمت قف با چی وصل میشه؟ با دورا ماتر. که دورا ماتر اراکنوید ماتر، پیا ماتر چی هست؟ اینا رو در بخش خودشان میخونیم. همین قسمت اسپونجی که ما میگیم، یعنی این قسمت اسپونجی را نام دیگر هم داره، به نام دیپلوی یاد میکنیم. به نام چه میکنیم؟ دیپلوی هم یاد میکنیم. ببینید خیلی واضح هست. پریوستیوم خارجی هست، بعض قسمت کامپکت میشه، اسپونجی میشه، به نام دیپلوی یاد میکنیم. باز هم قسمت چی هست؟ کامپکت است و پریوستیوم هست. این ریپ هست که جمله چی هست؟ فلت هست. این هموار است به شکل صفحه. این هم عبارت از چی هست؟ اسکاپولا هست. استخوان‌های دیگری در بدن ما شما وجود داره که شکل خاص ندارن. این در دیگر گروه ها شامل نمیشه. نه طویل هستن، نه کوتاه هستن، نه چی هستن؟ فلت هستن. اینا رو برام چه می‌گیم؟ ایرگولار. شکل چی هستن؟ ایرگولار هستن. که بیشتر فقرات از نوعی چی هستن؟ ایرگولار هستن. بعض استخوان‌های دیگر در قسمت قف ما شما وجود مثلا استخوان اسفینوئید هستن، استخوان اتفوئید هستن. اینا از جمله استخوان‌های چی هستن؟ ایرگولار هستن. شکل خاص ندارن. این شکل میدولاری کانال نداره. صفحه خارجی و داخلیشون چی هست؟ کامپکت هست. قسمت مرکزیشون چی باشه؟ باز اسپونجی باشه. یک استخوان‌های دیگر هست به نام استخوان‌های سیزاموئید یا کنجی شکل. درست است؟ کوچک هستن، شکل ناخود مانند هستن. اینا
در ضخامت وتر عضلات چه میگیرن؟ قرار میگیرن. جایی که وتر عضلات تیر میشه در ضخامت وتر عضلات قرار میگیرن. و اینا خودشون میگن که از خود وتر منشأ میگیرن. منشأشون هم چی هستن؟ از وتر هستن. خب توسط یک غضروف چی شده؟ سطحشان پوشانیده شده و مهمترین و بزرگترینشان بیشتر هم گفتیم عبارت از چی هستن؟ پتیلا هستن. دیگر استخوان از در قسمت بنام پیسیفارم یاد میشه. استخوان چی است؟ پیسیفارم هم از جمله استخوان‌های چی میشه میگن؟ استخوان‌های سیزموئید هستن. یک استخوان دیگه است بنام استخوان فابیلا. یک فیبولا بون داریم، یک چی داریم؟ فابیلا بون است که در استخوان تیبیا در قسمت سطح خارجی در اینجا بعضی وقتا چی میشه؟ دیده میشه. منم چی میشه؟ فابیلا به این شکل داشته میشه. فابیلا. مثلا این استخوان فیمور فکر کنید، این استخوان چی هست؟ تیبیا هست، این چی هست؟ فیبولا هست. در این قسمت بعض استخوان‌های خرد دیگر هم وجود داره که به نام چی میشه؟ فابیلا. خب خوبیشون چی هست؟ خوبیشون یک استکاک چی میکنه؟ کم میکنه. دایرکشن یا جهت حرکت یک عضله را تعیین میکنه. مثلا خوب متوجه بشید. یعنی عضلاتی که در اینجا وجود داره، نه؟ عضلاتی که در اینجا وجود داره، این زمانی که تقلص میکنه پای باید بلند کش کنن، به این شکل باید کش بکنن، نه؟ مثلا پای مایت قط هستن، این باید به این شکل کش بکنن. اما این چرا پای چی میکنن؟ پیشو. حرکت میده به صورت پیشو. میگه که از این طرف از چی میاد؟ وتر میاد، از بالای چی میکنه؟ عبور میکنه، بالای استخوان چی میشه؟ واصل میشه. جهت حرکت را با این سمت چی میکنن؟ تعیین میکنن. ببینید این استخوان چی هستن؟ فیمور هستن. این استخوان چی هستن؟ تیبیا هستن. از این یعنی عضله آمده. این عضله آمده در این قسمت این وترش هست، نه؟ در اینجا میاد، در این قسمت چی میشه؟ واصل میشه. حالا در زیر از اینجا یک استخوان دیگر به شکل یک پولی عمل میکنه و کوشش میکنه که حرکت به این سمت چی شود؟ انجام شود. درست هست؟ یعنی جهت حرکت یک عضله را هم چی میکنه؟ تغییر میده، منحرف میکنه. و از استکاک هم چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. بیشتر قدرت یک عضله را هم چی میکنه؟ زیاد میکنه. قدرت یک عضله را چی میکنه؟ زیاد میکنه. مثل که ما شما یک چی داشتیم، نه؟ در فیزیک خوانده بودیم، مثلا اینجا چی هست؟ یک دانه سنگ است. صحیح است؟ این شما امروز یک جبل حرکت میدید. این چی است؟ یک جبل هست. زمانی که به این شکل باشد حرکت بسیار چی است؟ سخت است یا نیست؟ اگر ما در این قسمت یک دانه چی بگذاریم، یک سنگ دیگر رو بگذاریم، نه؟ حالا این بسیار آسوده این چی میکنه؟ حرکت میکنه. همین هست یا نیست؟ این شکل در بدن با شما هم همین چیز چی داره؟ وجود داره که کدام استخوان هست؟ سیزاموید بون هست. استخوان‌های چی میباشد؟ سیزاموید هست. سه نوع استخوان دیگر هم وجود داره. از نظر شکل یکی به نام نوماتیک بون هست. نوماتیک بون اون استخوان‌هایی هستند که در بینشان هوا وجود داره. استخوان‌هایی در بینشان چی وجود داره؟ هوا. که ما گفتیم استخوان‌های ماکسیلا هستند، استخوان فرونتال هستند که استخوان اتموئید است، استخوان اسفینوئید هستند. این استخوان‌ها در بینشان چی وجود داره؟ خالیگاه‌های هوایی وجود داره. ساینس‌های هوایی چی داره؟ وجود داره. گفتیم سه وظیفه عمده را انجام میده. در رزونانس صدا نقش داره، در سبک نگه داشتن سر نقش داره و در چی است؟ گرم کردن هوا نقش داره. خب استخوان‌های دیگری وجود داره به نام اکسسوری بون. اینا همیشه وجود نداره. بعضی وقتا زمانی که قسمت اپیفیس خارج از سطح چی میکنه؟ رشد میکنه. اینمی استخوان‌ها چی میشه؟ ایجاد میشه. اما بعد از یک مدت زمان با استخوان چی میکنه؟ میچسبه. مثلا ما در قسمت همیت همولاس همیت داریم، نه؟ همولاس اول وجود نداره، بعد چی میشه؟ ایجاد میشه. یا مثلا در قسمت تالوس، در استخوان تالوس چی هست؟ توبرکل وجود داره. توبرکل در ابتدا وجود نداره، بعد چی میشه؟ ایجاد میشه. این از نظر طبیعی قانونی مثل که ما در فینگرپرینت در این قسمت گفتیم نقش داره، نه؟ همین چی هست؟ فینگرپرینت که گفتیم در بخش جلد خواندیم، نه؟ در تشخیص افراد چی میکنه؟ کمک میکنه. این هم نقش داره در طبابت، در طبیعت. به خاطر از اینکه انمی قطعی که ساخته میشه رشد میکنه، این بعضی وقتا با فرکچر یا با شکستگی مواجه میشه. آیا این قطعی شکسته شده هست یا که نقص چی است؟ نرمال هست. چرا هم تشخیص میدیم؟ معمولا اگر این شکسته باشه، یعنی به این شکستگی اتفاق افتاده باشه، به صورت یک طرفه است. به صورت چی است؟ یک طرفه است و سطحشون چی است؟ خشن هست. لبه چی میشه؟ خشن. اما در صورتی که این ناشی چی باشه؟ رشد استخوان باشه، اکسسوری بون باشه، اینا به صورت بایلترال هست. یعنی اگر در یک پا باشه در دیگر پا هم وجود داره.
اگر در یک دست باشه در دیگر دست هم چی داره وجود داره و دیگر سطحشان چی هست صاف است. سطحشان چی باشه صاف. او سطحشان درشت است و یک طرفه هست اگر شکستگی باشه. اما در صورتی که شکستگی نباشه رشد استخوان باشه به صورت دو طرفه هستن و سطحشان چی میشه صاف میشه. بعضی اوقات یک در استخوان‌های دیگر در جایی که محلشان نیست چه میکنه رشد میکنه. یعنی در کنار استخوان رشد نمیکنه. در بعضی اوقات در عضله رشد میکنه. در عضلات چی میکنه رشد میکنه. استخوان ایجاد میشه. اینا را به نام چی میکنیم هتروتوپیک بون. هتروتوپیک یعنی در جایی که موقعیتش نبود به صورت متضاد در یک ناحیه چی بشه ایجاد میشه. مثلا میگه کسایی که هارس رایدر هستن نه یعنی از دوان هستن نه کسایی که از دوان هستن عضلاتی که در این قسمت وجود داره عضلات چی هستن ادکتور هستن. عضلات چی هستن ادکتور سه گروه عضلات هست نه ادکتور بریویس ادکتور لانگوس ادکتور ماگنوس سه گروه عضلات هست. در این عضلات احتمال داره که استخوان ها چی شود ایجاد شود استخوانی میشن چرا که قسمت زیر زیاد چی هست زیر فشار می باشد که اینا رو به نام چی میکنیم ریدرز بون یاد میکنیم به نام چی میکنیم ریدرز بون. پس اینا استخوان ها هم چه داره وجود داره اما دائمی نیست در تمام افراد وجود نداره. دومین کلاسیفیکیشن از نوع چی هست دیولپمنت هست. از نظر انکشاف از نظر انکشاف استخوان ها سه نوع انکشاف می داشته باشند یا ممبرانوس می باشد یا کارتلاژینوس می باشد یا ممبران و کارتلاژینوس می باشد. ممبرانوس که به نام درمال بونز هم یاد میشه اینا مستقیما از چی منشأ میگیرن از حجرات میزانشیمال منشأ میگیرن یعنی از کنکتیو تیشو مستقیما چی میگیرن منشأ میگیرن. بعض زمانی که اینا ساخته شده شهای کلاژن بالایشان کلسیم چی میگیره رسوب میگیره اوسیفیکیشن اتفاق میفته. خب مثلا بونهایی که در قسمت چی هستن باولت اسکالپ یعنی قسمت قبه چی هست همین سطح خارجی قبه قفا این استخوان‌ها از نوع چی هستن ممبرانوس بون هستن. اما کارتلاژینوس بون که هست یک شکل تیپیک است یعنی اکثر قسمت ها اول غضروف ایجاد میشه بعض بالای غضروف چی رسوب میکنن جایش کاندروبلاست ها را اوستیوبلاست ها میگیرن و استوید تولید میکنن ناحیه چی میشه استخوانی میشن. بیشتر در اطراف همین استخوان های اطراف قلبی اطراف سفلی از نوع چی هستن از نوع کارتلاژینوس هستن. نوع چی هستن کارتلاژینوس. و دیگر که است ممبران و کارتلاژینوس هست یعنی به این معنا قسمت هست یک قسمت بعض قسمت هایشان ممبرانوس هست بعض قسمت هایشان چی هستن کارتلاژینوس هستن. مثلا کلاویکال ماندیبال اوکسیپیتال تمپورال و اسفینوئید اینا از نوع چی هستن ممبران و کارتلاژینوس می باشن. خب یک کلاسیفیکیشن دیگه از نوع از نظر چی هست ریژنال هست از نظر ناحیه هست. یک ایده استخوان ها هستن در قسمت وسط بدن ماچی به این شکل قرار دارن که اینا رو برام چی میگیم اکسیال اسکلتون یا اسکلت محوری. یک ایدهشون هست که در قسمت اطراف است اطراف علوی و اطراف سفلی که اینا رو برام چی میگیم اپندیکولار اسکلتون یاد میکنیم. و یک در سرحد وسطی هست مرکز تشکیل میده اینا رو برام چی میگیم به نام اکسیال و باقی مونده رو برام چی میگیم اپندیکولار یاد میکنیم. هر کدام رو با جزئیات میخونیم باز. تقریبا در بدن ما شما 206 استخوان وجود داره که در قسمت اکسل اسکلتون شامل اسکال هست نه در قسمت وسط یک استخوان جداگانه در قسمت زیر گلو وجود داره برای استخوان لامی یا هایوید بون یاد میکنیم یک دونه است با هیچ استخوان مفصل نیست. خب متوجه باشین. دیگر استخوان هایی هستن به نام ورتبرا یا ستون فقرات است استخوان قصد در قسمت استخوان استرنوم است و ریپ یا قبرها اینا کلا چی هستن از نوع اکسیال اسکلتون هست با کمانده که شامل اطراف علوی و اطراف سفلی میشه. اینا را به نام چی میکنیم اپندیکولار اسکلتون یاد میکنیم که اینا رو کلا باز میخونیم در آخر. خب تعظم یا اوسیفیکیشن یا نسج استخوان چه میشه انکشاف میکنه. معمولا همین پروسه ای که استخوان چی میشه ساخته میشه نامش میبینیم چی اوستیوجنزیس. جنزیس ساخت نام میده. اوستیوجنزیس یعنی ساخت استخوان که بیشتر تا قسمت قبل از 21 سالگی اینا به صورت طولانی چه میکنن رشد میکنن چون صفحه چی هستن باز هست. بعضی به صورت ارزانی چه میکنن رشد میکنن. معمولا استخوان‌هایی که طویله هست و استخوان‌هایی که کوتاه هست و استخوان‌هایی که چی میباشد غیر منظم میباشد اینا از کارتلاژ مدل منشأ میگیرن یعنی به این معنی از غضروف منشأ میگیرن. کارتلاژینوس میباشد نوع انکشافشون از نوع چی هستن کارتلاژینوس یعنی از غضروف منشأ میگیرن. اما این باقی مانده استخوان‌های همواری که ما میگیریم این از صفحه منشأ میگیرن. از چی هستن ممبرانوس هستن. استخوان‌های سیزوموئید گفتم از چی منشأ میگیرن از تندون منشأ میگیرن. از چی منشأ میگیرن از تندون. خب
در زمان انکشاف اوستیوبلاست ها چی تولید میکنه گفتیم؟ اوستیوئیل تولید میکنن. خودشان به تدریج جای انیشیال مدل، یعنی که انیشیال مدلشان چی بود؟ یا ممبران بود یا چی بود؟ غضروف بود، نه یا تندون بود. او رو تبدیل میشه بالاخره چی ایجاد میشه؟ کالسیفیکیشن، یعنی با این کلسیم بالاشون رسوب میکنن و این حالت به نام چی میکنیم؟ کالسیفیکیشن یاد میکنیم. کالسیفیکیشن ما در مجموع کالسیفیکیشن دو گروه تقسیم میشن. یک فیزیولوژیک کالسیفیکیشن است، یک پاتولوژیک کالسیفیکیشن است. کالسیفیکیشن یعنی به این معنی که در یک ناحیه کلسیم چی میکنه؟ رسوب میکنه. در حالت نرمال، در حالت فیزیولوژیک در دندان و استخوان چی میکنن؟ رسوب میکنن. اما بعضی اوقات در دیگر ناحیه هم چی میکنه؟ رسوب میکنه. او حالت به نام چی میکنیم؟ پاتولوژیک کالسیفیکیشن. مثلا همین که کسایی که سنگای گرده پیدا میکنن کلسیم ایده این نوع چی هستن؟ پاتولوژیک کالسیفیکیشن است. نوع چی است؟ پاتولوژیک یعنی مرضی است. خب معمولا استخوان های طویله در هفته چندم هشتم هست که از بون کالوریل در چی میشه؟ شروع میشه رشدشان. جریان خون در ناحیه چی میشه؟ زیاد میشه. معمولا اول چی هست؟ غضروفی هست. بالاخره در قسمت اول جریان خون در کجا برقرار میشه بیشتر؟ در قسمت دیافیز. اول جایی که استخوان سازی صورت میگیره، اول کل استخوان ها چی هست؟ غضروفی هست نه؟ اول جایی که استخوان سازی یعنی به عنوان کالسیفیکیشن اتفاق میفته در کجا هست؟ در دیافیز است. بالاخره آهسته آهسته از دو طرف چی میکنه؟ انکشاف میکنه. بالاخره در کجا میرسه؟ در قسمت اپیفیز نه؟ در این ناحیه. با این خاطر این قسمت اول استخوان سازی که در دیافیز هست به نام پرایمری اوسیفیکیشن سنتر یاد میکنیم. به نام چی میکنیم؟ پرایمری اوسیفیکیشن سنتر یا مرکز استخوان سازی اولیه. مرکز استخوان سازی اولیه در کدام قسمت بون است؟ در قسمت دیافیز است. در کجا هست؟ در دیافیز است. بعض در قسمت طرف اپیفیز که میره در نزد بعض تولد اینا تبدیل به چی میشه؟ سکندری اوسیفیکیشن سنتر یا مرکز استخوانسازی ثانویه. مرکز استخوانسازی اولیه و مرکز استخوانسازی چی هست؟ ثانویه. اوستیوبلاست ها گفتیم چی تولید میکنن؟ اوستیو تولید میکنن، خودشان تبدیل به چی میشه؟ اوستیوسایت میشه. تبدیل به چی میشه؟ اوستیوسایت. خب این گفته در نزدیک تولد مرکز دوم استخوانسازی یا سکندری اوسیفیکیشن سنتر در کجا ایجاد میشه؟ در اپیفیز. در کجا هستن؟ در قسمت اپیفیز. خب اوستیوکلاست ها میاد چیکار میکنن؟ کانال قسمت کورتکس را سوراخ میکنن. کدام کانال میسازن؟ نورفرین فورامین میسازن. چرا میسازن؟ نورفرین فورامین میسازن. تا زمانی که اپیفیز برای باز هستن به صورت طولانی استخوان ها چی میکنن؟ رشد میکنن. بعد از چی میشن؟ بسته میشن. اینجا ببینیم. اول چی هست؟ این یک کارتلاژ مدل هست نیست. در قسمت فقط چی هست؟ غضروف هست. بالاخره غضروف در قسمت رگ‌های خونی چی میشه؟ زیاد میشه. دیدید؟ در قسمت کم کم کلسیم رسوب میکنه. این یکی هست اوسیفیکیشن اولی در کجا انجام شده؟ در قسمت دیافیز است. در کجا هست؟ قسمت دیافیز است. و بالاخره بعد تولد در کجا میره؟ این طرف میره. در کجا میاد؟ در قسمت اپیفیز. اینا رو برام چی میکنیم؟ سکندری اوسیفیکیشن سنتر میکنیم. خب در نشونموی استخوان ها یک از عوامل چی داره؟ نقشه اساسی داره. یکی عبارت از هورمون ها هست. چند هورمون اساسی هست که در نشونموی استخوان چی داره؟ نقش داره. یک از هورمون ها گروت هورمون هست. گروت هورمون هست. یک هورمون دیگه عبارت از چی است؟ تایروید هورمون است. هورمون رشد کنه طبعا کل قسمت ها نیاز به چی داره؟ گروت هورمون داره. کسایی که گروت هورمونشان کم هستن یک حالت را به وجود میاره که به نام دیوارفیزم یاد میکنیم. به نام چی میکنیم؟ دیوارفیزم یا کوتولگی. برشون چی پیدا میشه؟ کوتولگی یا دیوارفیزم با وجود میاد. هورمون دیگه تایروید است چون متابولیسم بدن توسط کدام هورمون کنترل میشه؟ توسط تایروید است. در نزد مردها تستوسترون، در نزد خانم‌ها استروژن. نقش اساسی در چی داره؟ در هورمونسازی. و دیگه هورمون پاراتایروید و کلسیتونین دو هورمونی است که در متابولیسم کلسیم نقش داره. پاراتایروید و چی است؟ کلسیتونین. کلسیتونین یعنی به معنی کلسیم تونش زیاد میکنه. کلسیتونین کلسیم را وارد چی میکنه؟ استخوان. اما پی تی اچ پاراتایروید هورمون کلسیم پس دوباره چی میکنن؟ آزاد میکنن. اینا دو تا است در متابولیسم کلسیم نقش اساسی را بازی میکنن. دیگه تمرینات فیزیکی یا ورزش هم نقش اساسی در چی داره؟ بیشتر براتون گفتیم نه ولف لا قانون لوولف براتون گفتیم که گفت هر چقدر که تنشن استرس در استخوان چی باشه؟ زیاد باشه با متناسب رشد استخوان هم چی میشه؟ زیاد میشه. کسایی که دیسیوز استخوان هایشان دیسیوز یا استفاده نمیشه نه استخوان گچ میکنه بعد چند وقت چی میشه؟ باریک میشن. چرا که استفاده نشده؟ تنشن رویش چی شد؟ کم شد. چی؟ اتروفی میکنن. ادرار چی میشه؟ خرد میشه. عدم تمرین سبب چی میشه؟ ضعیف شدن استخوان و کسرها در نتیجه چی میشه؟ ایجاد میشه. یک در مواد دیگر هم مواد غذایی هست که در
اوسیفیکیشن چی داره؟ نقش داره. مثلا کلسیم، فسفات، آهن، ویتامین A، مگنیزیم و دیگر ویتامین D اینا نقش اساسی را در نشونمای استخوان بازی میکنن. کسر شکستگی رو میفهمید؟ اونا رو میخونید بس در قسمت اخیر. سوال دارید؟ سوال هست در بخش بون. یک سوال میگه است که تولید خون RBC خود چی میجل کانال میشه؟ نه در قسمت اسپونجی هست، در این تروپیکولاهایی که هست در بین چاله هست. با اون که وزن کورتیکال بون چه زیاد هست از میجول از قسمت اسپونجی بون چه هست کم هست وزنش. در بین زیرا چی داره قرار داره میره ولی یک سوال دیگه استاد مو مستقیما که گفتید کسایی که هست میدونن این قسمت ها پیدا میشه و پس گم میشه یا ضرر داره نداره چی داره معمولا ببینید هر چیزی که بیگانه باشه نه در ناحیه غیر منتظره از زمانی که رشد میکنه طبعا فعالیت حجرات چی میکنه مختل میکنه، اما اینا که هستن چون زیادتر زیر تنشن هستن اینا به صورت جبرانی در این ناحیه چی میشن ایجاد میشن تا اینکه امون ناحیه بیشتر حجرات عضلات صدمه نبینن، در فعالیت عضله مشکل پیدا میکنه اما در مقاومت چی میکنه زیاد میکنه. استاد شما گفتید که فلویسیتی برای سبک نگه داشتن سر این اسفنجبون هم هوا داخلش توسیرات جریان داره؟ اسفنجبون هوا در داخلش وجود نداره. در اینجا چی وجود داره؟ بون میره این تا نیست که یک چاله باشه میره خالی باشه، نه اینجا کلا چی هست خون وجود داره، مغز استخوان داره، اینجا چی داره وجود داره، بون میره وجود داره. به همین اساس کسایی که مثلا کسایی که در قصابی خورافتید نه قسمت تیری کمر امی قصاب میزنه با چی؟ با همون چاقوی تبرک میزنه میبینی که فوق العاده چی هست؟ رنگشون سرخ هست نه؟ اینمی چی هست؟ قسمت اسپونجی چاله هست یا نیست؟ اونمو چی هست؟ اسپونجی هست. بسیار نازک هم هستن. کجایش زیاد سخت است اما سطح خارجیش سخت است. اگر اون تبر رو را چی کرد شکست و دیگرایش هم چی هست؟ بسیار ساده چی میشن؟ شکست. استاد مثل استوانهای ترسل یا چه فرمی وجود داره؟ در کجا؟ در استوانهای ترسل مثل مطمئن در اینجا که هستن روتر فرامین که هستن خود سطح خارجیش که توسط روتر فرامین هستن وجود داره، اما بعضی قسمت ها خود متوجه باشین که به صورت ریورس خون رسانی میشه. نوتن فرامین وجود داره از قسمت کجا؟ از قسمت خارجی. بخصوص بیشتر در این استخوان ها پریوستیال آرتری ها چی هست زیادتر انکشاف یافتن. کدام؟ پریوستیال آرتری ها. یک چیز براتون دیگه بگم که بعضی استخوان ها در بدن ما شما وجود داره که به صورت ریورس چی میشه خون رسانی میشه. این طرف مثلا از این طرف خون رسانی میشه نه؟ بعدش هست که رگ در این طرف هست از این طرف خون رسانی میشه این طرف. اونا اگر اینجا شکستگی پیدا شود در این قسمت نیکروز پیدا میشه و این نیکروز به نام چی میکنیم؟ اواسکولار نیکروزیس. اواسکولار نیکروزیس. چرا که این جریان خون در این طرف قطع میشه. این طرف چه میشه؟ قطع میشه. در حالت نرمال یک طرف قطع شود باید از قسمت پروکسیمال یا بعیده برش خون رسانی صورت بگیره، اما این طرف قطع میشه از این طرف خون رسانی میشه، خونش قطع میشه و در نتیجه سبب چی میشه؟ نیکروزیس. اواسکولار نیکروزیس. مثلا قسمت استخوان اسکافوئید هست، استخوان تالسال چی تالوس هست و هردا فیمور هست. سوال نیست؟ خب بحث دیگری ما شما